سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. توی ویدیو امروز میخوام تفاوت‌های مهندس ناظر، مجری و طراح رو برای شما توضیح بدم، بدون اینکه حرفای کتابی بزنم، بدون اینکه خیلی آکادمیک باهاتون صحبت کنم. خیلی راحت و قابل لمس بهتون بگم که این سه تا در واقع پوزیشن با هم تفاوتشون چی هستش. ببینید به صورت کلی مهندس طراح که میتونه حقیقی یا حقوقی باشه، هر کدوم از مهندسین طراح، مجری و ناظر میتونن حقیقی یا حقوقی باشن. حقیقی در واقع یک شخصی که خود من به عنوان مهندس ناظر حضور دارم، حقوقی در قالب یک شرکت هستش که پای 3، 2 و 1 در واقع هستن و هر کدوم با جمع کردن مهندسین مختلف تو هر گرایش میتونن گرید حقوقی رو هم داشته باشن. پس هر کدوم از این گرایش ها هم حقوقی هستش هم حقیقی. مهندس طراح وظیفه‌اش تهیه نقشه‌های محاسباتی و طراحی هستش توی 4 تا رشته برق، مکانیک، عمران، معماری. بحث معماری نقشه‌های فاز 1 و در واقع فاز صفر تهیه میشه، پلان موقعیت تهیه میشه که اینها وظیفه طراح معماری هستش. توی بخش عمران نقشه‌های سازه تهیه میشه. توی بخش برق و مکانیک هم مربوط به خودشون نقشه‌های برق و نقشه‌های تاسیسات مکانیکی در واقع تهیه میشه. اینها وظیفه مهندسین طراح هستش که در قالب اکثرا مهندسین طراح هم در شهر تهران در قالب شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستن. بعد از اون مهندس مجری هستش که اون هم میتونه حقیقی باشه یا حقوقی. مهندس مجری حقیقی اون گرید پایینتری داره، طبقات کمتر و ظرفیت کمتری رو میتونه اجرا کنه. در قالب حقوقی که بشن شرکت‌های مدیریت پیمان که پایه‌های مختلفی هم هر کدوم از اون رو دارن، میتونن گریدهای بالاتر و در واقع طبقات بالاتری رو مسئولیت اجرا رو به عهده بگیرن. و در آخر هم مهندس ناظر که اون هم باز حقیقی و حقوقی هستش. وظیفه مهندس ناظر تطابق نقشه‌های در واقع محاسباتی با اجرا هستش، به این صورت که اجرا هر چی که صورت میگیره مهندس ناظر واسه که بازدید به عمل بیاره، بازدید مستمر به عمل بیاره تو مقاطع مختلف و ببینه که با نقشه‌های شهرداری و نقشه‌های مصوب طراح آیا تطابق داره یا نه. در صورتی که تطابق نداشتش واسه که وظایف خودش رو انجام بده. وظایف اینها هم هر کدوم به این صورت هستش که خب طراح مسلما همون ابتدای پروژه واسه که وظیفه طراحی رو انجام بده و تو حین پروژه هم در صورتی که تغییر نقشه‌ای باشه، در صورتی که مهندس مجری و ناظر ازش درخواست اصلاحیه‌ای داشته باشن یا درخواست شفافیت بیشتری داشته باشن، موظفه که نقشه‌های متمم رو هم به نسبت پیشرفت کار تهیه بکنه. مهندس مجری هم وظیفه‌اش تهیه نقشه از بیل در حین کار هستش، در واقع با همکاری مهندس ناظر، و از اون سمت هم وظیفه‌اش اجرای پروژه طبق نقشه ها و مقررات ملی ساختمان هستش. مهندس ناظر هم وظیفه‌اش در واقع تطابق اینها با هم دیگه و ارسال گزارش به شهرداری هستش با توجه به پیشرفت کار. توی هر مرحله‌ای باعثی که گزارش مربوطه رو به شهرداری منطقه ارسال بکنه که توی تهران به صورت سامانه‌ای هستش و در صورت نیاز، در صورتی که مشکلی باشه، میتونه با نظام مهندسی و اداره کار هم مکاتبات خودش رو انجام بده. لازم به ذکر که مهندس مجری هم باعثی که گزارشات مرحله خودش رو در سامانه سازندگان ثبت بکنه. مهندس مجری به شهرداری گزارش نمیده ولی در سامانه سازندگان گزارش ها رو ثبت میکنه که در اون سامانه هم مهندس ناظر هم مهندس مجری و عوامل دیگه پروژه میتونن که گزارش ها رو ببینن و از کم و کیف گزارشات مطلع باشن. این یه توضیح خیلی کوتاهی راجع به این سه تا پوزیشن در واقع توی ساخت و ساز شهری بود که من خواستم توی این ویدیو با شما به اشتراک بگذارم. اگه موارد دیگه مد نظرتون بود خوشحال میشم که نقطه نظراتتون رو برام کامنت کنید و با من در میون بذارید. ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. وقتتون بخیر.